خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. قفس برای مهاجران محدودیت‌های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمов هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، گشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم میشوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی همراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کیریل کабанов رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومای دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومای دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد باتالون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده‌های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون‌های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کیریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. به باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند څارگراد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناتسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند. اما در عمل در وقت حمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود. نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کاری تاکید می‌کند که این روند ضد مهاجران در پس‌منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد. граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже разделили. می‌خواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها می‌زنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود می‌بخشد. которые, на их взгляд, по их мнению, могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией. مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری مینامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم ساله اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22 از 14000 جنایت کردند.
که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در عین حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد میکنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می باشد. به گفته تاریخدان و کارشناس مهاجرت سرگئی اباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می شوند. Получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что قبلا هم چنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملاً از حوزه‌های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند. политических решений, а экономисты тоже, предприниматели тоже, потеряли многие. در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانونگذاری می‌شوند چیزی گفتن نمی‌تواند، بنابر آنکه اقتصاد روسیه به قوه کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقه‌مندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید، امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.